اگر که ازتون کلاهبرداری شده و میخواین در محاکم به صورت جدی به کارتون رسیدگی بشه، کلیپ ما رو تا آخر مشاهده کنید. اگر پولی رو به حساب شخصی واریز کردید و اون شخص به تعهدات خودش عمل نکرد، همیشه نمیتونید تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری ازش شکایت کنید. خیلی وقتا سوال میپرسن که یه قراردادی بین من و یه شخص دومی تنظیم شده، یه پولی همین وسط رد و بدل شده، شخص مقابل به تعهدات خودش عمل نمیکنه. آیا میتونم تحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری ازش شکایت کیفری کنم یا خیر؟ باید بدونیم که قانون بین جرم کلاهبرداری با یک اختلاف مالی ساده تفاوت زیادی قائل میشه. از اونجایی که جرم کلاهبرداری زمانی تحقق پیدا میکنه که شخص یک رفتار و عمل متقلبانه از خودش نشون بده و بعد به واسطه اون رفتاره مال دیگه‌ای با خودش ببره. در این صورت عنوان مجرمانه کلاهبرداری رو به خودش اختصاص میده. ضمن اینکه صرف دروغگویی وصف کیفری نداره و کلاهبرداری محسوب نمیشه. اینجاست که خیلی ها شکایتشون رد میشه، چون باید دعوای خودشون رو از طریق مراجع حقوقی مطرح کنن و مال خودشون رو مطالبه کنن. بنابراین قبل از هر اقدامی مشورت حقوقی بگیرید، چون فرق این دو کار تخصصی ماست.